سلام. امروز میخوام راجع به قصه درمانی صحبت بکنم. قصه درمانی یکی از برنامه‌هاییه که ما در واقع پروسه تغییر رفتار بچه‌های مهد کودک از اون استفاده میکنیم و این رو میتونیم به مامانا آموزش بدیم. دوستان، قصه درمانی برای بهبود شرایط رفتاری بچه‌ها اعمال میشه. قصه درمانی یکی از بروزترین و حرفه‌ای‌ترین و همینطور میتونم بگم تاثیرگذارترین روش‌های در واقع تربیتی هستش. برای اینکه ما بتونیم یه قصه‌ای بگیم که بچه‌هامون تأمل بکنن و از طریق اون قصه بتونن تغییر رفتار رو در خودشون به وجود بیارن، باید به چند تا نکته توجه بکنیم. 1. قصه ما باید شخصیت‌های بی نهایت تاثیرگذاری داشته باشه. حتما تو قصه هامون باید از شخصیت‌های غیر انسانی استفاده کنیم، مثل آقا خرگوشه، خانوم موشه، خرگوش بازیگوش و از این طور شخصیت‌ها. فضا سازی و خلاقیت والدین در طراحی قصه ها خیلی مهمه. حتما ما نیاز نیست که کتاب داستانی رو از بیرون تهیه بکنیم و از طریق اون کتاب داستان بخوایم تغییر رفتار رو توی فرزندانمون به وجود بیاریم. خودمون میتونیم خالق قصه هایی باشیم مخصوص فرزندانمون. من یه تیکه کوچولو برای شما از یکی از قصه هام رو میخونم. یکی بود یکی نبود، زیر این سقف کبود یه آقا خرگوش دمحنایی بود. آقا خرگوش قصه ما توی یه بیشه خوشگل در یک جنگل سرسبز با مامان خرگوش و بابا خرگوش زندگی میکرد. صبح به صبح با قطرات بارون رو صورتش از خواب بیدار میشد. دوستان، یادتون باشه فضا سازیتون با حس و ادراک خودتون کاملا منطبق باشه. همیشه یادتون باشه قصه هاتون باید انتها داشته باشه و انتهایی کاملا در واقع سرشار از آرامش و نتیجه گیری اثرگذار. حتما اگر در دوره های قصه درمانی ما شرکت بکنید، میتونید توی 1 جلسه یا 2 جلسه قصه درمانی رو در واقع آموزش قصه نویسی رو برای در واقع رفع مشکل رفتاری فرزندتون یاد بگیرید.